أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از سلسله درس های اعراب متن کتاب الآجرومیه دو درس گرفتیم و درس امروزمون باشد درس سوم از سلسله اعراب های متن کتاب الآجرومیه می باشد. درس سوم ما و شما از باب الاعرابی شروع می شود. امروز انشاءالله الله خواسته باشد و با فضل و بزرگیش این باب الاعرابی از اینجا شروع میکنیم تا جایی که الله برامون میسر و آسان و سبوک بگرداند اعراب خواهیم کرد، یا تا آن جایی که وقتمون گنجایش بدهد تا آنجا اعراب خواهیم کرد، یعنی در حدود 1 ساعت یا کم و زیاده. خب پس میگوید باب الاعرابی. باب الاعرابی این چند اعراب ها ما در اینجا داریم. باب الاعرابی میتونیم بخونیم، باب الاعرابی میتونیم بخونیم، با بیل اعرابی میتونیم بخوریم. پس کلمه باب را هر سه حرکت دادن ممکن است، بابو، بابا، بابی. اکنون چرا این چیزها جایز است حالا بیان خواهیم کرد. اولا در مسئله باب بگوییم باب در اصل بوابون بود. در اصل بوابون بود. واو متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد بابون. از کجا فهمیدیم که این الف در اصل واو بوده است؟ از جمعش. وقتی باب رو جمع کنید چی می شود؟ ابوابون. پس معلوم شد که باب این الف در اصل واو بوده است، قلب الف شده است که این اعلال صرفی می باشد. اکنون باب الاعرابی. بابو اولین اعراب همین است که میتونیم ما بگیم که خبر هست برای مبتدای محذوف. پس باب الاعرابی تقدیر کلام این هست که هذا باب الاعرابی. پس اعراب این جمله چنین است که هذا الهاء حرف تنبیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. ذا اسم اشاره مبنی علی السکون في محل رفع مبتدا. باب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف. الإعرابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. پس این بود یکمین اعراب که بابو را ما خبر گرفتیم. و دوم اعراب در اینجا چنین است، همچنین بابو الاعرابی میخونیم اما میگیم بابو خبر هست. بابو معذرت میخوام، بابو مبتدا هست، یعنی که خبرش را گفتیم هذا باب الاعرابی. اکنون خودی بابو را مبتدا میگیریم پس تقدیر کلام این طریق میشود باب الاعرابی هذا محله. باب الاعرابی هذا محله. پس اعرابش چنین است که باب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. باب مضاف، الإعرابي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. وهذا بگیم ها حرف تنبیه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذا مبتدأ ثان. اکذا بابو مبتدأ اول شد. باب الاعرابی مبتدا یکم، ها حرف تنبیه، ذا اسم اشاره مبنی علی السکون
فی محل رفع مبتدأ ثان، مبتدای دوم است. محل خبر للمبتدأ ثانی مرفوع و علامت رفع الضمة الظاهرة. محل مضاف. الهاء ضمیر متصل مبنی على الضم في محل جر مضاف الیه. پس هذا محله مبتدأ ثان مع خبره خبر للمبتدأ الاولی. پس بابو این مبتدا هست، کنی خبرش مبتدای دویم قطعی خبرش خبر مبتدا یکم شده ایستاده است، یعنی که باب الاعرابی هذا محله. پس هذا محله مبتدای دویم قطعی خبرش است. انا همین مبتدای دویم قطعی خبرش هذا محله جمله اسمیه فی محل رفع خبر للمبتدأ بابو، خبر برای مبتدای بابو شده ایستاده است. این بود دویم اعرابی باب الاعرابی. اکنون سیوم اعرابش جایز است بگیم باب الاعرابی. اگر باب الاعرابی که گفتیم، پس بابا مفعول بهی برای فعل محذوف است. تقدیری کلام چنین است که اقرأ باب الاعرابی، اقرأ باب الاعرابی. اقرأ فعل الامر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. باب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. باب مضاف، الاعراب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. این بود سیوم اعرابی باب الاعرابی که با نصب میخونه مفعول به برای فعل محذوف از تقدیر کلام اقرأ باب الاعرابی. و چهارمین اعراب با بالاعرابی هم گفتن ممکن است و تقدیر کلام چنین است که اقرأ فی باب الاعرابی. پس اقرأ فعل امر و فاعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیر انت، فی حرف جر، بابی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. بابی مضاف، الاعرابی مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره. پس این بود چهارمین اعراب. اما این چهارمین وجه شاذ است، خلاف قاعده است. علما میگن که حذف کردن حرف جر یحفظ ولا یقاس علیه، یعنی حفظ کرده می شود جایهاش اما قیاس جایز نمی باشد. یعنی که این چهارم وجه اقرأ، تقدیر کلام که اقرأ فی باب الاعرابی، این کمی از قاعده دورتر می باشد. و قاعده داریم که میگه که لأن حذف حرف الجر و ابقاء عمله شاذ، زیرا اینکه حذف کردن حرف جر و ابقاء عمله و عمل حرف جر را باقی ماندن این شاذ می باشد. این شاذ است، یعنی مخالفی قاعده می باشد. اما کوفی ها این را اجازت می دهند و بصری ها منع می کنند. کوفی ها میگن که جایز است، حذف کردنش جایز است، اما بصری ها میگویند جایز نمی باشد. پس با مذهب کوفی ها بگیریم، با بیل اعرابی خواندنم جایز است، اشکال ندارد با مذهب کوفی ها اهل کوفه. اما با مذهب بصری ها بگیریم با بیل اعرابی غلط است، این را غلط میدانند. این بود این اولین عباره که باب الاعرابی که تمام وجهاش با تمام نازکیاش بیان کردیم. اکنون میگذاریم در عباره بعدیش. میگه الاعراب هو تغییر اواخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقدیرا. اکنون اعراب اون تغییر یافتنی آخر کلمه ها هست به سبب گوناگون شدن عامل هایی که داخل شده است بر اول آن کلمه ها. پس این تغییریابی لفظی هست یا تقدیری می باشد. اکنون این جمله را اعرابش چی است؟ تحلیل اینها چی است؟
الاعرابو این مبتدا است، در مبتدا بودنش هیچ شک و شبهه نیست. میگیم الاعرابو مبتدا مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. در مسئله هو درس گذشته بیانش کرده بودیم. الکلام هو اللفظ، هر چیزی که درباره هو لفظ دا گفته بودیم، هو ان همون چیزا را در اینجا می شود گفت. هو را میتونیم ما بگیم که مبتدا ثان، الاعراب مبتدا یکم، هو مبتدا ثان، یعنی که هو ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا ثان، این یک اعراب است. میتونیم بگیم که هو ضمیر الفاصل، هو چی است؟ ضمیر الفاصل مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، این دویم وجه. و سیوم وجه میتونیم که هو را بگیم این هو تأکید است برای الاعراب، برای مبتدا، پس این هو را تأکید هم گرفته میتوانیم، یعنی که قول ضعیف است اما بعضی ها گفتگی هستند. پس در مسئله هو سه اعراب داریم، یا تأکید اعرابو الاعرابو میگیریم، تأکید مبتدا کی میگن ضمیر بجای اسم ظاهر تأکید بیاد، این ضعیف است، بعضی علما قبول ندارن، اما کسانی که قبول دارن در نزد آنها هو میتواند که تأکید برای الاعرابو باشد. بعد از این تغییر اواخر الکلمی، تغییر اگر هو را مبتدای دوم گرفتیم، تغییر خبر برای مبتدای دوم است. تغییر میگیم خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره، به شرطی که هو را مبتدای دوم گرفته باشیم. اما هو را ما ضمیر فصل گرفتگی باشیم لا محل می شود، تغییر خبر برای الاعرابو می شود، خبر می شود برای الاعرابو. اگر هو را تأکید هم گرفتگی باشیم توکید، تغییر خبر می شود برای الاعرابو. پس این هست وجه اعراب. پس اگر که هو را مبتدای دوم گرفتیم، تغییر خبر مبتدای دوم می شود، پس مبتدای دوم یعنی هو تغییر مبتدای دوم قطعی خبرش خبر الاعرابو می شود، در این صورت خبر جمله اسمی می شود. پس تغییر مضاف اواخر مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. اواخر مضاف الکلمی مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. میتونیم اواخر بگیم که مجرور و علامت جر الکسرة الظاهرة لأنه جمع تکسیری، صیغه منتهى الجموع، جمع تکسیر می باشد. پس این بود اعرابی. الاعراب هو تغییر اواخر الکلمی. میگه لاختلاف العوامل الداخلة علیها، لاختلاف لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، اختلافی اسم مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. لاختلاف الجار والمجرور متعلقان بتغییر، تغییر این مصدر است، میتواند که متعلق بشود. پس اختلاف جار و مجرور متعلق میشود به تغییر، یعنی تکیه میکنند به تغییر. پس اختلافی مضاف العوامل مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التکسیری. عوامل مضاف عوامل منعوت الداخلتی نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرة الظاهرة على آخره. پس عوامل منعوت است، الداخلتی نعت است. اینجا اگر کسی سوال کرد چرا عواملی مؤنث نیست، الداخلتی را ما مؤنث آوردیم، ما قاعده داریم که اگر منعوت جمع غیر عاقل باشد نعتش مفرد مؤنث می آید. عوامل جمع غیر عاقل و مؤنث مجازی است، پس الداخلتی برای همین خاطر مفرد مؤنث آمده است که نعت است، صفت است برای العواملی. بعد از این علیها میگیم علا حرف جر
على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم المجرور. عليها الجار والمجرور متعلقان بالداخلة. الداخله اسم فاعل است. از دخل یدخلو اسم فاعل میتواند که متعلق بشود. پس علیها جار و مجرور متعلق شدن به کلمه الداخلتی اسم فاعل دخل یدخلو. پس این بود اعرابش تا اینجا که لاختلاف العوامل الداخلتی علیها. بعد از این کلمه لفظاً او تقدیراً. این کلمه لفظاً اعراب های گوناگون از ما طلب میکند. میتونیم لفظاً را حال بگوییم. یکم اعراب. پس لفظاً حال منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره. پس لفظاً این حال است. مصدر به تعویل مشتق حال می شود. به تعویل مشتق یا به تعویل صفت وصف این حال می شود. پس لفظاً یکم اعراب حال منصوب و علامت نصب الفتحة الظاهره او تقدیراً او حرف عطف مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. تقدیراً معطوف على لفظاً. میتونم بگم که تقدیراً معطوف على المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره على آخره. پس این بود یکم اعراب لفظاً که تقدیراً عطف می شود. هر چیزی که لفظاً رو گفتیم تقدیراً عطف می شود به همون لفظاً. یکم اعرابش که میتونیم حالش بگیریم. دویم اعرابش میتونیم لفظاً را تمیز بگیریم. لفظاً را تمیز بگیریم. ای من جهت اللفظی، یعنی لاختلاف العوامل الداخلة علیها تغییر اواخر الکلمه لاختلاف العوامل الداخلة علیها من جهت اللفظی، یعنی از طرفی از جهت لفظ. اگر از جهت لفظ گفته ترجمه بکنیم در این صورت لفظاً این تمیز می شود. پس لفظاً را میگن تمیز منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهره على آخره. پس حال و تمیز هر اینها منصوب می باشند چطوری که گرفتیم. لفظاً این حالش میتونیم بگیم یا میتونیم دویم اعراب تمیزش بگیم. سوم وجه اعراب لفظاً رو میتونیم نائبی مفعول مطلقش بگیریم، نائبی مصدر بگیریم، یا بعضی میگن مصدرش بگیریم. میتونیم مصدرش بگیریم اما بهتر بگیم نائبی مصدر، نائبی مصدرش بگیریم. اگر نائبی مصدرش گرفتیم پس این صفت مصدر بوده است که اون مصدر حذف شدگی است. پس بس تقدیر کلام به این طریق می شود: الاعراب هو تغییر اواخر الكلمه لاختلاف العوامل الداخله علیها تغییرا لفظا. دیدید؟ تغییرا. پس تغییرا مفعول مطلق برای تغییرو شد، مفعول مطلق برای تغییر شد. پس تغییرا مفعول مطلق این لفظا صفت انمون تغییرا مفعول مطلق شد. وقتی تغییرا رو مفعول مطلق ما گرفتیم در جاش لفظا آمد، این لفظا شد نائب مفعول مطلق. سیم اعراب، سیم وجه اعراب میتونین لفظا رو ما نائب از جای مفعول مطلق بگیریم. این سیم وجه اعراب است. اما اگر لفظا رو نائب از جای مفعول مطلق گرفتیم میگیم لفظ، یعنی که مصدر، این لفظ مصدر است به معنای ملفوظ است، یعنی به معنای اسمی مفعول هست، یعنی که تغییرا ملفوظا، تغییری که تلفظ کرده شده است، اینطور ترجمه می شود. پس این بود سوم وجه اعراب. چهارمین وجه اعراب میتونیم لفظاً را بگیم که لفظاً را منصوب علی نزع الخافضی، یا که میتونیم بگیم که منصوب بنزع الخافضی، یعنی لفظاً منصوب بنزع الخافضی. بنزع الخافض یعنی چی؟ یعنی در اینجا حرف جر بودگی است، اون حرف جر رو ما حذف کردیم، اون حرف جر رو گرفته پرتافتیم، لفظ رو منصوب کردیم بنابر حذف بودنی با گرفته پرتافتن حرف جر. تقدیر کلام چنین بوده است که فی لفظی،
یعنی که الاعراب هو تغییر اواخر الکلمه لاختلاف العوامل الداخله علیها فی اللفظ او فی التقدیری. پس فی را گرفته پرتافتیم، لفظی را لفظاً کردیم، پس در اعراب میگیم که بنزع الخافض، پس لفظاً منصوب بنزع الخافض. این چهارمین وجه اعراب. اما این وجه اعراب همچنین شاذ است، یعنی خلاف قاعده است، اما به هر صورت بعضی‌ها گفتگی هستن میتونیم به این طریق اعرابش بکنیم. و پنجم وجهش میتونیم که لفظاً را خبری کانه محذوفه بگیریم، بگیم که در جد کانه حذف شدگی است. تقدیر کلام چنین بود: الاعراب هو تغییر اواخر الکلمه لاختلاف العوامل الداخله علیها سواء کان التغییر لفظا او تقدیرا. دیدید تقدیر کلام چی بوده است؟ سواء کان تغییر لفظا. این لفظا انا همون کانه ای که در تقدیر ذکر کردیم، حالا خبری انا همون کانه هست، خبری کانه منصوب می شود. پس لفظا رو میتونیم ما بگیم، یعنی که یکی از وجه های اعراب میتونیم بگیم که خبری کانه محذوفه می باشد. اما خبری کانه محذوف گرفتن این همچنین قلیل است، خیلی کم است، زیرا اینکه کانه را حذف کردن جایهای معین دارد که در اون جایها حذف میکنه. مثلا بعد این شرطیه بیاید، یا بعد لو بیاید، بعد این شرطیه و بعد لو کانه را حذف کردن این قیاسی است، جایز است، ممکن است، اشکال ندارد. اما در اینجا نه این شرطیه هست نه لو هست، لو شرطی. پس از این حساب ما نمیتوانیم بگیم که لفظاً، یا که به قول صحیح نمیتونیم بگیم که لفظاً خبر کانه محذوف است، اما قلیل است، بعضیا میگوین این گپ را. پس شما میتونه بگه که لفظاً پنجمین وجه اعرابش میتونیم که خبر کانه محذوفه بگیریم. تقدیر کلام سواء کان تغییر لفظاً او تقدیرا، یعنی فرق ندارد که اون تغییریابی لفظی باشد یا تقدیری گفته، پس ترجمه میکنید. و بعد از این وجه دیگری هم در اینجا هست، لفظاً را میتونیم ما مفعول بهی برای فعل محذوف بگیریم، میتونیم این طور اعراب کردن جایز است. پس لفظاً مفعول بهی لفعل المحذوفی. تقدیری کلام چنین است که اعنی لفظاً، اعنی لفظاً. یا بار دیگر از اول دقت بتید، یعنی تقدیری کلام چی طور بود؟ الاعراب هو تغییر اواخر الکلمه لاختلاف العوامل الداخله علیها اعنی لفظا او تقدیرا. این طور بود، اعنی لفظا، یعنی که مقصدم قصد کردگی هستم لفظ را یا تقدیری را. این طور ترجمه می شود. اعنی یعنی قصد کردم، نیت کردم لفظ را یا تقدیر را، که همین تغییریابی در لفظ است و در تقدیر است. پس این بود اعنی لفظا. اعنی فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره على الياء منع من ظهورها الثقل و فاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره انا لفظا مفعول به برای همین فعل اعنی، فعل مضارع. پس این بود اعراب لفظا که 6 وجه اعراب ما در اینجا داریم، میتونیم هر کدامش بگیریم. او تقدیرا این عطف میشود در جای لفظا. لفظا را هر چیزی که اعراب کردی تقدیرا همون اعراب رو برای خودش گرفت، زیرا که عطف است در جای تقدیر، در جای لفظا. پس این بود اعرابی جمله های الاعراب هو تغییر اواخر الکلمه لاختلاف العوامل الداخله علیها لفظا او تقدیرا او تقدیرا. با همین این جمله ها، این کلمه ها را اعرابش به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در کلمات بعدیش. میگه و اقسامه اربعه رفع و نصب و خفض و جزم. اکنون این جمله ها معنیش اول که اقسام و اجزای اعراب 4 تا می باشد، رفع و نصب و خفض و جزم می باشد.
اکنون اعراب این کلمات چی است؟ تحلیل این کلمات چی است؟ میگوید که و اقسامه، این واو رو میتونیم ما بگیم که واو استئنافیه است، واو استئنافیه بیانیه هست. یعنی گویا که کسی ما رو سوال کرد، کسی از ما پرسید که پس تغییریابی را گفتی، اجزای تغییریابی چی است؟ یعنی که تغییریابی رو گفتی، پس ما اجزاء التغییر الذی یقع، یعنی که اجزای تغییریابی که واقع می شود چی است؟ گویا که کسی ما رو سوال کرد، در این صورت ما میگیم که واو چی است؟ واو استئنافی بیانیه هست. گویا که کسی ما رو سوال کرد، یا که میتونیم بگیم که یک کس ما رو سوال کرد که قد ذکرت حقیقت الاعرابی فهل لها افراد فقال اقسامه، گفته بعد شروع میکنیم فقال و اقسامه، گفته شروع میکنیم. یعنی که ذکر کردی، یک کس ما رو میگوید که بیان کردی حقیقت اعراب را، آیا این حقیقت اعراب افراد و اجزا دارد یا ندارد؟ فقال، پس جواب داده چنین میگوید که و اقسامه اربعتون. پس این واو رو میگیم واو استئنافی، الاستئناف البیانی، استئنافی بیانی هست. چطور که در درس گذشته، ثبت گذشته استئناف بیانی را بیان کرده بودیم که یعنی که جواب عن سوال مقدر هست، یا میتونیم از جواب از سوال مقدر هم نباشه. بعضیا گفتگی هستن که جواب از سوال مقدر هم نیست، اما بعضیا میگن که جواب استئناف البیانی غیر استئناف نحوی است، زیرا که الاستئناف البیانی این جواب برای سوال مقدر می باشد. خب اکنون واو میگیم، واو حرف الاستئناف البیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، الا محل است. اقسامو مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، اقسامو مضاف، الهاء ضمیر متصل مبنی علی الضم في محل جر مضاف الیه. و اقسامه اربعه، اکنون خبر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. اربعه خبر است و اقسامه اربعه مبتدا خبر شد. اکنون رفع اعرابش چی است؟ رفع بدل از اربعه هست، رفع بدل می باشد از کلمه اربعه. پس ما بدل رو خونده بودیم که 4 نمود می شود. این کدام نمودی بدل است؟ اینا میگن بدل بعض من کل، بدل بعض من کل و بدل جزء من کل. پس بدل بعض یا جزء من کل این ضمیر طلب میکند که با مبدل منه برگردد. پس رفعون بدل بعض من کل باشد، پس کنی رابطش ضمیری که با اربعتون مبدل منه برگردد که جاده هست، اینجا میتونیم بگیم که حذف شدگی است. اصلی کلام این طور است که رفعون منها، منها انا همین منهایی که حذف شدگی است، رابط است برای اربعتون، برای مبدل منه. پس رفعون بدل است، بدل بعض من کل. پس میگم رفعون بدل المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. و نصب، واو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، نصب معطوف على المرفوع، معطوف على رفعون شدگی است، در جای رفعون عطف شدگی است. معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. و خفض، واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، خفض معطوف على المرفوع، یعنی در جای رفعون عطف شدگی است. معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره لانه اسم مفرد. و جزم، واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، جزم معطوف على المرفوع مرفوع، یعنی در جای رفعون عطف شدگی است. معطوف على المرفوع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. پس این بود اعرابی و اقسامه اربعه، رفع و نصب و خفض و جزم. با همین این عباره ها را اعرابش به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در
عباره بعدیش که میگوید فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. اکنون اعراب این کلمات چی است؟ اول ترجمهش فللاسماء من ذلك، پس خاص اسم ها می شود از همین ذکر کردگی هایمان، رفع و نصب و خفض و جزم ندارد و جزم نیست در اسم ها، اسم جزم نمی شود. این ترجمهش است. اکنون اعرابش چی است؟ این فایی که در اولش می بینید، این فا همون فای فصیحه است. فای فصیحه چی است؟ فای فصیحه درس گذشته بیان کردیم که در جواب شرط مقدر واقع شدگی است. فای فصیحه در جواب شرط مقدر واقع شدگی است. گویا کسی ما را گفته ایستاده است که، یا گویا که اینجا یک شرط مقدر است که اذا اردت ان تعرف ما یقع فی الاسماء من هذه الاقسام. یعنی گویا که کسی ما را سوال داد که، یا گویا که شرطی است که هنگامی که میخواهی بدانی که این قسم ها کدامش برای اسم ها هست، ما یقع من هذه العلامات للاسماء، برای اسم ها کدامی از اینها واقع می شود. فللاسماء من ذلك الرفع و نصب، گفته بعد دوام داده است. پس این فای چی است؟ فای فصیحه است، یعنی جوابی شرطی مقدر که در اینجا شرط مقدر هست، اذا اردت گفته بیان کرده می شود، اذا شرطیه هست. پس این در جوابی این فای فصیحه انا همون را بیان کرده ایستاده است. فا میگیم فا الفصیحه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. این بود اعرابی فا. للاسماء، لی حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. الاسماء اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع تکسیری، این جمعی تکسیر می باشد. پس للاسماء الجار والمجرور متعلق بکائن خبر. این للاسماء جار و مجرور متعلق بکائن خبر مقدم هست. این للاسماء خبری مقدم می باشد متعلق به محذوف، با متعلق به کائن یا به محذوف. من ذالک، اکنون من حرف جدا ما گفتیم که للاسماء جار و مجرور متعلق به کائن، با کائن خبر. این کائن را در ذهنتون بگیرید، این متعلق به کائن خبر مقدم شد. این کائن را در ذهنتون بگیرید که این کائن حالا برای ما در کار می شود. میگد که من ذالک، من حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ذالک، این ذالک را با فکر نکنید یک کلمه است، اینجا سه کلمه هست، سه کلمه می باشد. ذا میگید اسم اشاره مبنی علی الفتح فی محل جر اسم المجرور. پس من ذالک، من ذا یعنی که جار و مجرور متعلقانی بمتعلق للاسماء. همون کائنی که گفتیم که للاسماء جار و مجرور متعلق با کائن شد، اون کائن خبر شد. این من ذالک جار و مجرور متعلق شد با انا همون متعلقی للاسماء، با همون کائنی که خبر شده بود. گفتم در یادت بگیر انا من ذالک جار و مجرور متعلق به انا همون کائن شد، متعلق به انا همون متعلقی للاسماء شد. پس این از اعرابی من ذالک. ذا گفتم اسم اشاره است. لام البعد مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب، لام بعد نم دارد. و کاف الخطاب مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. پس لام و کاف هر دینها لا محل لهما من الاعرابی می باشند. پس این بود فللاسماء من ذالک. الرفع را اعرابش چی است؟ الرفع مبتدأ مؤخر مرفوع، زیرا که للاسماء خبر مقدم بود متعلق به کائن، خبر مقدم. اکنون الرفع مبتدأ مؤخر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. پس این الرفع میتونیم ما الف لامش بگیم الف لام عهدی ذکری هست، عهدی ذکری که در بالا
و اقسام اربعتون رفعون را گفته بیان کرده بود. عیناً همون درس گذشته گفته بودیم که و اقسام ثلاثه اسم و فعل و حرف فلیل اسمی فل اسم یعرفو. الاسم رو گفتیم الف لامش الف لام عهدی ذکری است، زیرا اینکه پیشتر ذکری اسم گذشته بود. اینجا دم الرفعو الف لامش الف لام عهدی ذکری می باشد. در ذهنتون این قاعده ها را بگیرید. پس الرفع مبتدا مؤخر مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد، والنصب وهو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. النصب معطوف على المرفوع، يعني ده جاي الرفع معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد. والخفض وهو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخفض معطوف على المرفوع، يعني ده جاي الرفع معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولا جزم فيها. اکنون ولا جزم فيها اعرابش چی است؟ میگه که واو حرف العطف. این واو چی است؟ حرف عاطفه است. الواو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الا چی است؟ الا را میگه لا نافیه للجنس تعمل عمل ان تنصب الاسم و ترفع الخبر. یعنی که لام لا نافیه للجنس است که عمل این را دارد، اسم منصوب و برای خودش اسم میگیرد که منصوب و خبر میگیرد که مرفوع میباشد خبرش. پس این لا نافیه للجنس مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. جزم مبنی على الفتح في محل نصب اسم لا. این جزم مبنی على الفتح في محل جزم اسم لا نافیه للجنس می باشد. و لا نافیه للجنس اگر که اسمش مفرد باشد، مفرد غیر مضاف، یا چند شرط های دارد که در آجرومیه خونده بودیم که باید مباشر بیاید بعد از لا و نکره باشد و تکرار شدگی نباشد لا. با این شرط ها اگر که اسم لا مفرد باشد، یعنی که مضاف یا شبه مضاف نباشد، مبنی علی الفتح فی محل نصب می باشد. پس جزمه میگیم مبنی علی الفتح فی محل جزم فی محل مبنی علی الفتح فی محل نصب مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم لا نافیه للجنس می باشد. و جزمه این مبنی علی الفتح شد. مبنی ها به دو قسم تقسیم می شود. مبنی که دائما و ابدا مبنی است، مبنی است که دائما و ابدا مبنی است، و مبنی های هست که در بعض صورت مبنی می شود. اون مبنی ها در بعض صورت چی است؟ اگر اسمی که اسم لا نافیه للجنس بیاید، اگر نکره باشد، مضاف یا شبیه بالمضاف نباشد، در این صورت مبنی می شود. اما مبنی این چیه؟ عارضی است، یعنی دائمی نیست. گاه هست و اگر از لا نافیه للجنس بدن بگیرش جزمون مبنی نیست، معرب است. اما چرا در اینجا مبنی شد؟ زیرا اینکه اسم لا نافیه للجنس واقع شد. اگر اسم لا نافیه للجنس واقع شود مبنی می شود کلمه که اگر مضاف یا شبیه بالمضاف نباشد. پس جزمه اسم لا نافیه للجنس است در محل نصب مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم لا نافیه للجنس. فیها میگیم فی حرف جر مبنی على السکون لا محل له من الاعراب. ها ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل جر اسم المجرور. فیها الجار والمجرور متعلقان بکائن خبر لا. پس لا اسم خبر میگیرد، جزمه اسم لا است، فیها جار و مجرور متعلقان بکائن خبری لا نافیه للجنس می باشد. پس این است اعراب ولا جزم فیها. اکنون چرا در اسم در اسماء جزم وجود ندارد؟ یک از ما را سوال بکند چرا اسم جزم نمی شود؟ جواب اون چنین است که خود کلمه جزم خفیف است. جزم چی است؟ سبوک است. جزم سبوک است.
اما اسم چی است؟ اسمم سبوک است. اسم سبوک است، جزم سبوک است. پس دو سبوک ایش در ایش ندادیم. چرا ندادیم؟ زیرا اینکه فعل ثقیل است و خفض ثقیل است. پس ما سبوک رو در وزمین دادیم، وزمین رو در سبوک دادیم. علتش همین است. یعنی که جزم سبوک است و فعل باشد و حرف باشد چی است؟ و جزم سبوک است و اسمم سبوک است. چرا اسم سبوک است که سوال کند؟ میگویم که به خاطر آنه که اسم دلالت فقط به ذات میکند و خلاص، از همین حساب سبوک است. و جزمم سبوک است، از این حساب جزم در اسم ندادیم. یعنی سبوک رو در سبوک برای همین خاطر ندادیم. پس این بود مسئله ولا جزم فیها. و اعرابی فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فیها، این بود که براتون بیان کردیم. با همین اعراب این عباره ها با تفصیل و با تمام نازکی بیان گشتند. بعد از این میگوید وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیها. اکنون این عباره ها چی معنا دارد؟ میگه وللافعال من ذلك، این واو میتونیم ما واو را واوی عاطفه بگیریم. واوی عاطفه و یعنی که واو حرف عاطفه است، یا میتونیم که این واو را واوی استینافیه بیانیه بگیریم، اما عاطفه بگیریم افضل است. زیرا که وللافعال رو عطف کرده ایستاده است در جای فللاسمائی، در جای فللاسمائی عطفش میکند. عاطفش بگیریم خوبتر است. میگم الواو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. وللافعال لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الأفعال اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع التكسير. وللأفعال الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر مقدم. اینجا للأفعال خبر مقدم شد، رنگ فللأسماء برین خبر مقدم. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذلك ذا مبني على الفتح في محل جر اسم المجرور. من ذلك الجار والمجرور متعلقان بمتعلق للأفعال. للأفعال جار مجرور متعلق با کائنون خبر بود، خبر مقدم. این من ذلك الجار و المجرور متعلقانی به ان همون کائنونه که خبر شده بود، خبر مقدم به ان همون کائنون متعلق شد. پس میگیم که من ذلك الجار و المجرور متعلقانی به متعلق للافعال، زنی که این متعلق به متعلقی للافعال شده استاده است. پس میگیم که لام البعدی مبني على الكسر لا محل له من الاعراب. الكاف حرف کاف میگیم الكاف ضمیر، الكاف کاف الخطاب مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. پس لام و کاف هر اینها لا محل لهما من الاعراب می باشه، زیرا اینکه لام برای بعد است، کاف برای خطاب است. اینها حرف هستند و علامت هستند، نه اسم که محل اعراب داشته باشند. پس این بود وللافعال من ذلك. الرفع اکنون میگیم که مبتدا مؤخر مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره. مبتدا مؤخر است، که للافعال خبر مقدم بود، الرفع مبتدای مؤخر می شود. الرفع را گفتیم الف لامش الف لامی عهدی ذکری می باشد، للعهد ذکری می باشد الف لامی الرفع. و النصب واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. النصب معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجزم واو میگیم حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الجزم معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. یعنی که والنصب و الجزم هر دوش عطف شده ایستادن در جای الرفع. ولا خفض فيها واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. لا نافية للجنس
یعمل عملی، یعمل عمل این، یعنی که لا نافیه للجنس است، عمل این را میکند. تنصب الاسم و ترفع الخبر، یعنی اسم میگیرد که منصوب و خبر میگیرد که مرفوع باشد، نه که این بر اسم خبر میگیرد، زیرا که لا نافیه للجنس است. پس میگیم خفضه مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم لا نافیه للجنس، در محل نصب اسم لا نافیه للجنس است خفضه. گفته بودیم در ولا جزم فیها که اسم لا نافیه للجنس مبنی می شود اگر که مفرد باشد، یعنی مضاف و شبیه بالمضاف نباشد، مبنی می باشد و نکیره باید باشد. شرطاش خوانده بودیم در خود همین کتاب الاجرومیه که در یوتیوب درسای این رو هست و این اعرابو برای کسانی فایده میکنن که خود اجرومیه را خوب از یاد کردگی باشند، زیرا که این اعراب است، تحلیلات است، چیزایی که در همین اجرومیه شرط شروطی که بیان کرده بودیم. ولا خفضه، اکنون خفضه مبنی علی الفتح فی محل نصب اسم لا نافیه للجنس شد. فیها، فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ها ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل جر اسم المجرور. پس میگیم فیها الجار و المجرور متعلقان بکائن خبر لا نافیه للجنس. پس فیها جار و مجرور متعلقان بکائن خبر لا نافیه للجنس است. پس ولا خفض فیها، خفض اسم لا نافیه للجنس است، فیها جار و مجرور متعلقان بکائن خبر لا نافیه للجنس می باشد. پس این بود اعرابی. وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فیها. این ولا خفض فیها و در بالا ولا جزم فیها، این واو حرف عطف است، اما عطفی جمله هست، نه عطفی کلمه، زیرا که و نصب و الجزم اینها واوها عطفی کلمه هست، زیرا که عطف با می شود عطفی جمله و می شود عطفی کلمه. عطفی کلمه تابعی در حرکت تابع ما قبل می شود، ما قبلش هر حرکتی را که بگیرد این ما بعدش عطفی کلمه ما بعدش اعرابش پیروی میکند. رنگ الرفع و النصب و حرف عطف گفتیم النصب عطف جای الرفع. اما ولا خفض فیها یا که ولا جزم فیها، این واو حرف عطف است اما جمله را عطف کرده ایستاده است، این جمله را عطف کرده ایستاده است. پس این بود اعراب این کلمات. یک چیز دیگر در اینجا توضیح میدیم و همین درس امروزه را به پایان میرسانیم. و ما گفتیم که ولا خفض فیها در فعل ها خفض نیست. چرا در فعل ها خفض نیست؟ زیرا که ما گفتیم که خفض ثقیل است، حرکت خفض، حرکت کسره ثقیل است و فعل همچنین ثقیل است. یک کس بگه فعل برای چی ثقیل است؟ علتش در چی است؟ چرا گفتیم که اسم سبوک است، خفیف است. چرا سبوک است؟ زیرا که دلالت به ذات دارد و خلاص. اما فعل ثقیل است. چرا ثقیل است؟ زیرا اینکه فعل هم حدث است هم زمان دارد، هم حدث دارد هم زمان دارد. پس دو چیز دارد، از این حساب فعل ثقیل است و خفض ثقیل است و نمی شود که ثقیل رو در ثقیل بدهیم. پس خفض رو در اسم دادیم که اسم سبوک بود و جزم که سبوک بود در فعل دادیم که فعل ثقیل است. پس سبوک رو در ثقیل دادیم یا خفیف رو در ثقیل دادیم، ثقیل رو در خفیف دادیم. پس عدل رو رعایت کردیم، نه اینکه ظلم کنیم که خفیف رو در خفیف بدیم و ثقیل رو در ثقیل. این کار رو نکردیم. پس این هست علتی چرا جزم در اسم ها نیست و چرا خفض در فعل ها نمی باشند. جوابش همین است، یعنی که خفیف رو در خفیف دادیم، ثقیل رو در ثقیل دادیم، از این حساب اسم جزم نگرفت و فعل خفض نگرفت. پس این بود اعرابی این عباره هایی که براتان تقدیم گرداندم، بابل اعرابی. پس این هست اعرابشون. بعد از این صاحب کتاب میگوید باب معرفتی علامات الاعرابی، یعنی باب در مسئله شناختن نشانه های تغییریابی آخری کلمه ها، که انشاءالله این باب را
درس آینده کلماتش را اعراب و تحلیل و بیان خواهیم کرد. پس این بود درس امروزمان. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.